کوچکتر از قاب خود فن هست و به راحتی از لحاظ حفاظت ایمنی مسائلش در نظر گرفته شده. حتی برای اون قسمت بیرون کانکس رو اگه نگاه بکنید، شما ما روی بیرون کانکس تو اون قسمت رو هم ما پیچایی رو قرار دادیم که از این پیچایی هست که سرش خفه و هیچ عمل نمیشه. ببینید محلی که سنسور درش قرار گرفته داخل همین قاب فن دیسی ما هست که به هیچ عنوان مشاهده نمیشه از بیرون. امکان هست درش برداشتش ببینیم؟ درش چیزه این قاب توشه؟ توش داره. و این برای خود کوله دمپر خوبش اینه که آب چیزی هم روش نمیریزه که یخ بزنه، خودش دمای تقلبی نشون بده. ما سنسور رو مدت‌ها توی یخچال هم گذاشتیم های مهندس. سنسور هستش که به هیچ عنوان دچار یخ زدگی نمیشه. رطوبت بشینه شما به یه لایه آب نشسته روش، حالا این دمای اون آب رو دارن. سنسور رو بدن بالام نصب کردیم، یعنی اگر هم مثلا میگن سردم بشه به محض اینکه یه ذره اون گرم بشه اون قطرات آب همه از بین میره و خود گرمای کانکس داره اون رو گرم نگهشون. یعنی حالا حرارت واقعی هم الان نشون میده دیگه. بله، این قابه که خودش نه چیز نمیشه. اصلا قاب سوراخه، یعنی شما ببینید دمای این با دمای بیرون دیگه کاملا یکیه. دور این هم باز از این چیزهای مخصوص گذاشته شده که کاملا به این صورت امکان سرقت رو دور تا دورش هم چسب آکواریومه. ایزوله شده کاملا، آما. هیچ هوایی کاملا ایزوله هست که به هیچ عنوان ما قابل چی شکستن یا از اینجا وارد شه نفر چی؟ نه به هیچ ببینید قابی که پیچایی که بسته شده رو حالا شما از داخل اگه مشاهده بکنید پیچای قوی هست. یعنی پیچای ضعیفی نیست که با یه ضربه شکسته. شما معمولی پیچا رو باید در نظر بگیرید. پیچ از بیرون به هیچ عنوان قابل باز شدن نیست که شما آچار بخواید بندازید. سری که داره سر تخه و به هیچ عنوان آچارخور نیست به قول معروف که بخواید. نه منظورم خود دریچه بود. خود دریچه قابل شکستن هست چجوریه؟ نه از لحاظ استحکامی که داره شما کلافش های مسئله شما یه کلافی دارید نفشی که این دریچه رو نگه داشته به بدن کانکس این نفشیه. یعنی شما این رو تو این ارتفاع به راحتی نمیتونید طرف با دست هول بده. شما از داخل هم ببینید کلافایی که اینجا شده، یعنی این کلافی که اینجا وجود داره رو شما ببینید ما این کلاف رو کاملا پرچش کردیم. پیچای قوی که حالا تو اینجا به کار برده شده این جوری نیست که فلز رو به راحتی شما با یه لگد مثلا طرف بتونه پاره بکنه. بله. چون شما قطر این ضخامت فلز رو در نظر بگیرید کاملا پیش بینی شده. یعنی به هیچ عنوان علاوه اینکه بخواد طرف خود ضربه‌ای چیزی رو بازش بکنه امکان پذیر نیست که این کار انجام بده. چرا؟ زحمت کشیدین. دستتون هم درد نکنه. خواهش می‌کنم. کد سنری که وجود داره تقریبا همین هست. خیلی خوب کار شده، دست شما درد نکنه. فقط لطفی که میکنید این قسمت‌های لیبلیش و ایناش هم کاراش کامل بشه دیگه که ایرادی نمونه رو قضیهش دیگه. تموم شه ان شاءالله با امید خدا. دوستان همه زحمات دوستان کشه، یعنی ما فقط یه نقشه بهش همه‌تون زحمت کشیدید. کاملا پلاگ اند پلی، یعنی احتیاج به هیچ کار خاصی نداره. ما تغییر خاصی نداریم. یعنی کاملا مدارک نقشه شده و به راحتی قابل اجرا. این موقع بازی خواهش که دارم مدارکی که باید تحویل خریدار داده شه اونا رو هم آماده داشته باشید که برای نگهداریش دستورالعمل که واسه راهنمایی نصبش، تنظیمش اینا آماده باشه همراهش. ما این سنسور کاملا بیرونه، کاملا هم لختن. یعنی به هیچ عنوان اینطوری نیست که ما تو قابی قرار داشتیم که دما غیر واقعی بشه. یعنی دما کاملا واقعی هست. بهترین نقاط هم هست. بالای سوئیچ. شما سوئیچ هست که دما کاملا اینجا رو باید چک بکنید. بالای سوئیچ قرار داده. البته سوئیچ کمی برتر درسته. دیگه حالا اون ما میتونیم کوتاهش کنیم. سیم ببریم عقب‌تر. چون حالا اینجا ما موقعیت سوئیچ رو دقیق نمی‌دونیم ولی البته یه لحاظ خوبه اینجا چون کابلا قرار میگیره. آره ممکن جلو جریان هوا رو بگیره بدون فیدرها اینا قرار میگیره. کاملا اینجا که شما در نظر بگیرید دما یک نواخت میشه. یعنی شما یه 2 ساعت تو این سایت کار بکنه دما کاملا یک نواخت خواهد بود و دیگه این سنسورش حساسیتش چقدر؟ مهندس 1/10 درجه. جای این فقط با این عوض میشد یا این میورتر میرفت مثبت‌تر نبود واسه ما یا نه؟ ببینید آقای مهندس ما به خاطر اینکه کانکسی که حالا در اختیار داشتیم دوستان زحمت کشن قبلا همه اینا نصب شده بوده. یعنی ما این رو اضافه فقط 2 تا فن و دمپرمون اضافه. حتی جاهای بعدیمون اگه شیفت پیدا کنه به اونور بهتره یا نه؟ اینو من می‌خواستم نظر شما رو بدونم. ببین آقای مهندس از یه نظر نه. میدونید چرا؟ چون شما اینجا شارژرتون قرار میگیره.